وقتی میاند مراجعه میکنند که دیگه تقریبا کار از کار گذشته یا خیلی دیر شده است، این کار مدت ها فرد را وادار کرده که تو خونه بمونه، حتی تو محیط اداره یا تو محیط کارش هم بروز نداده و این بیماری ویروس در درون فرد رشد کرده و وقتی وارد اورژانس یا به درمانگاه آورده میشه دیگه میبینیم که اشباع اکسیژنش اومده به 50%، 60%. وقتی هستش که دیگه فرد نمیتونه به راحتی نفس بکشه، وقتی هست که دیگه فرد باید حتما در ICU بستری بشه و این مشکلات عدیده هم برای فرد، هم برای خانواده و هم برای جامعه ایجاد میکنه. یا رب ز تو آنچه من گدا میخواهم، افزون ز هزار پادشاه میخواهم. هر کس ز در تو حاجتی میخواهد، من آمدم از تو را میخواهم. امروز اومدیم برای تهیه گزارشی در خصوص بیماری کرونا و وضعیت بیماری کرونا در شهرستان چابهار. با ما همراه باشید. بنا به درخواست شما مردم عزیزم امروز در خدمت آقای دکتر عطاالله دهیم هستیم در خصوص وضعیت کرونا در چابهار. در خدمت ایشون هستیم با سوالات شما. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هم‌استانی‌های عزیز. آقای دکتر، صحبتی که اینجا هست خیلی از مردم باور ندارن یا نمیدونم چی میشه گفت، باور ندارن که بیماری کرونایی وجود داره، یا اگر وجود داره یا اگر اون مبتلا به اون بیماری بشن بروز نمیدن از خودشون و احتمال داره به خاطر اینکه خودشون بیماری کرونا گرفتن همسایه بیاد راحت دست بدن و این خیلی از چیزها رو رعایت نکنن و همینجوری داره خیلی از همسایگان، خیلی از مردم مبتلا به این بیماری شدن. صحبت شما در این خصوص رو میخوایم بشنویم. اول این انکار در یک سری از افرادی صورت میگیره که این افراد ترس از طرد شدن دارند، یعنی افرادی که مبتلا هستند به کرونا ولی به خاطر ترسی که از انزوا دارند، ترسی که از این دارند که تو محیط کار پذیرفته نشن، ترس از این دارند که فردا خانواده، دوستان، همکاران همیشه از اونها دوری میکنند و دیگه اون وجهه اجتماعی قبلی یا اون جایگاه اجتماعی قبلی را نخواهند داشت، میان این بیماری را انکار میکنن، در حالی که اینها این بیماری را دارن منتقل میکنن به همه و دارن گسترش میدن و تا زمانی که یعنی وقتی میاند مراجعه میکنند که دیگه تقریبا کار از کار گذشته یا خیلی دیر شده است، این انکار مدت ها فرد را وادار کرده که تو خونه بمونه، حتی تو محیط اداره یا تو محیط کارش هم بروز نداده و این بیماری ویروس در درون فرد رشد کرده و وقتی وارد اورژانس یا به درمانگاه آورده میشه دیگه میبینیم که اشباع اکسیژنش اومده به 50%، 60%. وقتی هستش که دیگه فرد نمیتونه به راحتی نفس بکشه، وقتی هست که دیگه فرد باید حتما در ICU بستری بشه و این مشکلات عدیده هم برای فرد، هم برای خانواده و هم برای جامعه ایجاد میکنه. دسته بعدی یک سری از افرادی هستند که اصلا وجود بیماری را منکر میشن. خب اینا در واقع خیلی به نظر من چطوری بگم، یعنی وحشتناکتر از اون گروه هستند، خیلی متاسفانه مشکل سازتر از اون گروه هستند، کسانی که به راحتی بیماری را انکار میکنند، بیماری که روزانه در کل دنیا تعداد زیادی کشته میده، اون تعداد مبتلایان، تعداد بستریا، همه اینا رو در نظر بگیرید. الان تو این وسط یک فردی افرادی باشند که بیان منکر یک مشکل معضل جهانی بشند، واقعا جای بسی تأسف داره. آقای دکتر، یکی از سوالات مردم از شما این هست که آیا استفاده از ماسک برای افرادی که سالم هستن ضروریه؟ استفاده از ماسک فعلا تنها
ابزاری هستش که ما میتونیم سلامت خود و بقیه را در مقابل این بیماری منحوس حفظ کنیم و در واقع استفاده از ماسک نه تنها برای افرادی که بیمار هستند یا ناقل هستند ضروری هست، بلکه افرادی که سالم هستند نیز برای اینکه در معرض این ویروس قرار نگیرند و بیماری از طریق افراد ناقل یا افراد بیمار به اونا منتقل نشه قطعاً یک واجب هست. آیا اسپری کردن با الکل یا کلور بر روی بدن میتونه از ویروس کرونا جلوگیری کنه؟ محلول های ضد عفونی کننده که حاوی الکل باشند برای شستن دست ها مؤثر و یکی از اقدامات مناسب هستش، ولی اینکه یک فرد بیاد بخواد الکل یا کلور رو بدن خودش اسپری کنه که این کار باعث پیشگیری از بیماری باشه، خیر، همچین چیزی جز اینکه اون الکل هم به بدن بیمار هم به مخاط و پوست بیمار آسیب برسونه هیچ فایده دیگه نداره و قطعا وقتی که ویروس وارد بدن فرد شده باشه اسپری الکل یا کلور رو پوست هیچ تأثیری رو پیشگیری یا درمان اون بیماری نخواهد داشت. خوردن سیر میتونه برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنه؟ میتونه در افرادی که در بعضی از افراد میتونه خاصیت آنتیبیوتیکی داشته باشه تا حدودی، اونم نه که به عنوان یه آنتیبیوتیک در معالجه یا درمان یک بیماری نقش ویژه‌ای داشته باشه، ولی تا حدودی میتونه یه خاصیت آنتیبیوتیکی داشته باشه. ولی اینکه یک فرد صرفاً بخواد چه برای پیشگیری چه برای درمان بیماری کرونا از سیر استفاده کنه قطعاً همچین چیزی مؤثر نیست. بله، چون خیلی از دوستان اومده بودن گفتم ما سیر میخوریم و دیگه میریم بازار بدون اینکه پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم، بدون اینکه ماسک بزنیم، چون بدن ما قوی هست و نیازی نیست ما این فاصله های اجتماعی رو رعایت کنیم. به همین دلیل از شما سوال کردم. ممنون و متشکرم. مرسی از پاسخ درست و به جای شما. مرسی. و سوال بعدی دوستان این هست که آیا مادران شیرده میتونن به فرزند خودشون در ایامی که مبتلا به بیماری کرونا هستن شیردهی کنن؟ بله، سوال بسیار خوب و به جای پرسیدین. شیر مادر خودش حاوی پادتنها و آنتیبادی‌های خیلی قوی هستش که میتونه نوزاد یا شیرخوار در مقابل خیلی از بیماری‌های عفونی یا بیماری‌های ویروسی ایمن کنه. بنابراین توصیه میشه که مادران شیرده حتما در دوران که مبتلا به بیماری کرونا هستند اقدام به شیردهی فرزندان و نوزادان خودشون بکنن و به هیچ عنوان شیردهی نوزاد یا کودک شیرخوار قطع نشه. البته این شیردهی باید با رعایت یه سری از پروتکل های بهداشتی باشه، مثل زدن ماسک. حتما قبل از اینکه بخواد اقدام به شیردهی کنه مادر باید دستای خودش رو به مدت حداقل 1 دقیقه با آب و صابون بشوره، ماسک بزنه و بعد از اون اقدام به شیردهی نوزاد کنه. و البته این هم مهم استش که پس از شیردهی حداقل فاصله 2 متر مادر با شیرخوار حفظ بشه. کسانی که حاضر نیستن در بیمارستان حاضر بشن برای مداوا، صحبت شما برای این اشخاص و افراد چی هست؟ خوشبختانه با تلاش هایی که توسط ریاست محترم بیمارستان صورت گرفت، توسط مدیریت محترم داخلی بیمارستان و مترون محترم بیمارستان صورت گرفت، خوشبختانه امکان این که یک بخش سراپایی ویژه برای بیماران کرونایی راه اندازی بشه فراهم شده و در این بخش بیمارانی که به هر دلیلی شدت بیماریشون اونقدر زیاد نیست که بخوان بستریشون کنیم در بخش در بقیه بخش‌ها و اونقدرم خوب نیست که در خونه بمونند و درمان سرپایی بگیرند، یعنی در حد یک متوسط تا شدید
حال عمومیشون هست و وضعیت بیماریشون هست، اینا میتونن با مراجعه به پزشکان متخصص تحت نظر این پزشکان در این بخش سرپایی به صورت روزانه 2 ساعت تا 3 ساعت داروی مورد نیاز خودشون رو دریافت کنن و بعد از اون تشریف ببرن منزل و استراحت کنن، قرنطینه بشن و این حضورشون در بیمارستان روزانه 2 تا 3 ساعت، اونم در یه بخش ویژه که خیلی هم بخش وحشتناکی به قول عوام نیست که واقعا ترس دارن در یک بخشی که نمیدونم تنها هستند و به هر حال مدت زمان طولانی این انزوا خودش شاید باعث افسردگی و مشکلات دیگری بشه نیست. یعنی یه بخشی هستش که همراه بیمارم تقریبا در کنارش هستش، دم در منتظرش هست، نهایتش 2 ساعت در اون بخش حضور پیدا میکنه، داروشو میگیره و بعد تشریف میبره منزل. سپاس بیکران از شما جناب آقای دکتر، ممنونم که وقت ارزشمند خودتون رو به مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان دادید. ممنون و متشکرم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، انشاءالله که روز خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار شما.